سلام بینندگان و شنوندگان چشمانداز بخش تاجیکی رادیوی آزادی. من میزبان صحبت اسکندر خواجه میرزاده هستم و امروز ما با مهمانان اسماعیل طلبکوف، معاون رئیس حزب کمونیستی تاجیکستان و وکیل مردمی مجلس نمایندگان مجلس عالی کشور، محمد علی حییتوف، معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان سید جعفر اسمانوف، انتخاباتی در پیش ایستاده پرزیدنت کشور، آغاز معرکه پیش از انتخاباتی و اولین شکایت‌های حزب‌های سیاسی کشور در این روند را بحث می‌کنیم. آخر هفته گذشته اعلان شد که 6 نوامبر در تاجیکستان انتخابات پرزیدنتی دایر می‌شود و هفته روان روز دوشنبه در اولین نشست کمیسیون مرکزی انتخابات و رای‌پرسی حزب‌های سیاسی شکایت کردند که فشار هم با آغاز این معرکه پیدا شده است. میخواستم در همین باره یک کمی تفصیلات میدادید. شروع کنیم از شما اسماعیل طلبکوف، بفرمایید. تشکر. البته حالت‌ها هست و این در کمیسیون مرکزی انتخاباتی نیز مطرح گردید. در اونجا از جانب نمایندگان حزب‌های دیگر بخصوص حزب کمونیست هم نیز گفته شد، چون که برای این اساس واقعی است. و ما علاوه از ناحیه‌های یاوان، ناحیه‌های فرخار، شهر کلاب، نارک، میخوال از جانب کاتبان کمیته های حزبی ناحیه شکایت ها آمده است که در بعضی حالت ها راهبران دستگاه حکومت های نامرده طلب کرده شدند که روی خط پرای اعضایان حزب رو با آنها پیشکش نمایند. البته این پوشیده نیست که این طلبات غیر قانونی است و کسی به غیر مقامات وکالتدار یعنی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان دیگر کسی حق ندارد که با کار فعالیت داخلی حزبی بخصوص درباره تعداد شماره اعضایان حزب اطلاعات طلب نماید. ما امروز از کمیسیون مرکزی انتخابات یک پیام رسمی گرفتیم و در آن من میخوانم گفته می شود که من آگاه هستم در اینترنت چاپ شده است. روی خط این جا ندارد و قانون تشکیل کردن کمیسی‌های حوزوی و اوچسکوی را از حساب نمایندگان حزب‌های سیاسی پیش بینی نکرده است. یعنی چنین درخواست قانونی نیست. این قانونی نیست، لیکن بنابر سبب که همین مقام مسئله را حل می‌کرده کمیسیون مرکزی انتخابات است و همین خیلی دستور داد که در آن جایی که باشد حزب‌های سیاسی نامزدشون رو پیشنهاد کنند برای به همین حوزه‌ها وارد کردن از اون اطلاعاتی که من دارم. و اون مکتوبی که از در حکومت شهر نارک آمده است با امضای رهبر دستگاه آمده است در اینترنت نیز اون نشر شده است و همین رو به جای کلا آوردن رو در مقام خلقی میماند که به جای اون که یک چند نفر اعضایان حزب رو برای به همین حوزه خوش کردن داخل کردن گیرن، اینا طلب کردن که روی خط پرای همین حزب رو با ما پیشنهاد کنید که کاملا این غیر قانونی است و اوید این مسئله حوزه کمیسیون مرکزی انتخاباتی هم نیست. ما نیز وابسته به مسئله حزب کمونیست تاجیکستان نیز ما مراجعت کردیم که چنین عملهای غیر قانونی طلب نکنند. لیکن اگر بعد از همین از یک چند روز اگر بعد از این اگر طلب کنند، ما با همه تشکیلات‌های حزبیمون در شهر نویو دستور دادیم که در صورت همین خیلی طلب کردن آنها به سود مراجعت کنند برای پیشگیری نمودن چنین قانون شکنی ها. ولی میخواستم حالا سخن رو به حزب نهضت اسلامی، به نماینده حزب نهضت اسلامی محمد علی حییتوف دیم. آیا شکایت شما هم از همین روی خط حزب و اعضای حزب است و یا شما شکایت دیگر هم دارید؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به همه شنونده های رادیوی آزادی خدمتتون عرض شود که فشارهایی که بالای حزب نهضت آمده است امروز ها نیست و این فشارها هنوز پس از انتخابات سال 2010 با خوب صورت گرفته ایستادن. از سال 2010 به این جانب پس از انتخابات پارلمانتی سال 2010 و طور شنوندگان و بینندگان آگاه هستند، ماه نوامبر سال 2011 پروتکل رقم 3220 قبول شد که در آن بندهای علاهیده به حزب نهضت داخل داشت و به تمام مقامات به شمول پروکراتور جنرالی امنیت، امور داخله، سود عالی، خب کمیته دین و دیگر نهادها خوب دستور داده شده بود که بر ضد حزب نهضت مبارزه را قوی سازند. و طول 2 سال است که ما زیر یا پرتو پروتکل زیر شبیه پروتکل 3220 زندگی داریم
و با فرارسیدن انتخابات پرزیدنتی و با دایر گشتن ملاقات رئیس جمهور با خطبا و پرتاکتیو حزب خلق دموکراتی در کاخ وحدت، این فشارها روزافزون گشتند و امروزها خبرهایی که از منطقه ها می آیند همانند خبرهای دوران جنگ رو میمانند که از تمام شعبه ها، از تمام بخش های ما خبرهای فشار، تضییق، تحقیر با راه هوسمندسازی، با راه فشار آوری از صف حزب بیرون ساختن و حتی مجبور ساختن که خب اعضای حزب نهضت و ریاست و رئیسان بخشای ما عریضه نویسند و از حزب بروند. خب هدف اساسی حزب خلق دموکراتی و همچنان حکومتی که آن را سروریش را خب رئیس حزب خلق دموکراتی بر عهده دارد این است که میخواهد در آستانه انتخابات پرزیدنتی خب نهادهای حزب نهضت را فلج سازد تا حزب نهضت در این انتخابات آواز بیشتری را که در انتخابات پارلمانی سال 2010 کسب کرده بود به دست نآورد. ما در رابطه با این فشارها خب در مطبوعات زیاد گفتیم و امروزها وکیلان دفاع ما برای مراجعت به سود کنستیتوسیونی، به سود عالی جمهوری تاجیکستان، به سود ناحیه اسماعیل سامانی از بالای کمیته دولتی رادیو و تلویزیون نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عریضه های دعوایی آماده ساخته ایستادند و روزهای نزدیک در این بابت در مطبوعات آنها به نشر خواهند رسید. مهمان ما سید جعفر اسمانوف هم حضور دارند. البته حزب از آن سبب که شما نمایندگان حزب‌های پارلمانی هستید شما امتیازی بیشتر دارید، ولی میخواستم که یک پیش از آن که شما سخن را ادامه دهید سید جعفر اسمانوف هم یک در این باره ابراز نظر میکردند. ببینید امروز اگر فشار خوب میشود یا که نمیشود اعضای حزب، من بسیار احترام دارم نسبت به مهدی حیید، خب بسیار مرد جسور هستند. یک چیز دیگر هم باید واقعیت ها را هم باید مد نظر نکنیم. اگر چگونه فشاری هم که نباشد اعضای حزب اگر چیزی که متبع کنند در عقیده خود مستحکم نیست، مستقر نیست. ببخشید سید جعفر من از شما سوال من این بود که فشار روی حزب دموکرات خط پرسیدن از ما هم پرسیدن که خب مثلا از پرکاتور شهر خب روی خط رئیسان حزب ناحیه های در شهر بوده پرسیدن، تلفن هاشا پرسیدن، خب با اونو تماس گرفتن، روی خط پرسیدن. خب از حکومت هم خب بازی انیق کردیم کی تلفن کرد و پرسید روی خط وقتی که ما روی خط انیق در وزارت عدلیه دادیم. برای همین از ناحیه به ما شکایت نیست، برای که ما قدری که روی خط بود ما با تمام سراغا و چیز سپرده ایم. یک چیز دیگر این میبخشید منم اگر یک دقیقه گپ داشته باشم زیاد نمیزنم زیرا بسیار مسئله مهم گپ زدن. ببینید در این عمل اگر حکومت بگم ساختار حکومت که اگر دست داشته باشد یک نوع به حزب نهضت اسلام کمک هم کرد. خب حزب تازه کرد از شخصانی دو دیله، از شخصانی که خب استوار نیستند در عقیده خود. حالا ما موضوع اساسی بحث ما معرکه انتخاب پرزیدنت تاجیکستان است که 6 نوامبر دایر می شود. در دوام 1-2 سال اخیر قبل از این انتخابات همدلیه که من امروز در بین حزب‌های سیاسی میبینم نبود. مثلا وقتی که حزب نهضت و وکیلان حزب نهضت تغییر قانون انتخابات پرزیدنت تاجیکستان را پیشنهاد کردند، حزب کمونیست در این تشبث به فکرم همراه نبود. شما در این باره چیزی میتوانید تفصیلات دهید محترم اسماعیل طلبکوف که چرا؟ بسیار تفصیلات مفصل میدم. اصلا در تغییرات به قانون جمهوری تاجیکستان درباره حزب‌های سیاسی پیش از همه باید باشه اگر تمام وسایل اخبار عامه و اینچنین در رادیو آزادی هم رفته بود که جرأت سه کمونیست با نامش موادها هست در من شبدالوف شادی دولتویچ و میرزابک حاجیف وکیلان پارلمان هر 3 نفر ما اوید همین مسئله تغییرات الهو رو پیش از پیشنهاد حزب نهضت اسلام کبیری و اکای سید عمر ما علاکه پیشنهاد کرده بودیم لیکن متاسفانه نه تنها از سوی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان وکیلش بلکه از دیگر حزب‌ها هم ما در همین پیشنهادمون دستگیری نیافتیم. همین تکلیفی که از طرف رفیقان
ما در پارلمان موعودین کبیری و سید عمر حسینی پیشنهاد شده بود، اگر همون تکلیف در پارلمان هم بررسی میشد، او برای قبول شدنش مهلت نمیموند. ممکن که بعد همون 2 ماه پس او علاوه که در بررسی میشد، در معرکه همین انتخاباتی او قبول نمیشد. ممکن که ماه نوامبر قبول میشد، ممکن که ماه دکامبر قبول میشد. برای همین من در ارتباط مفصل با هم موعودین کبیری بودم و هم با کی بودم، سید عمر حسینی بودم که برادرای عزیز این وقت تماما کم مونده است. برای یک لایحه قانون در یک تغییرات ناچیز اگر وارد کردن، این مهلت از 3 ماه تا 5 ماه میکشد. طرزی که اسماعیل طلبکوف گفتن محترم محمد علی حیی، همین میتوانید ارزیابی کنید که سرچشمه این مشکلی در همون است که شما قانون رو تغییر داده نتوانستید. ببینید، وقتی که برادران از حزب کمونیست لایحه پیشنهاد کردن، هر 2 نفر وکیل ما راضی بودند. هر 2 نفر وکیل ما، هم سید عمر حسینی و هم محیدین کبیری راضی بودند و اولین لایحه‌ای که پیشنهاد شد ماه دکامبر سال گذشته بود و وقت هم برای قبول کردن میرسید که عبارت از 5 بند بود و در مورد نمایندگی برابر در حوزه ها، در участک‌های انتخاباتی، مسئله پروتکل با روچکه پر کردن و دادن نتیجه پروتکل بود. ولی وقتی قبول نشد و اون هم با دستور حکومت بود، تا روز 12 ینور همه کمیته مجلس نمایندگان از دادن خلاصه به شورای مجلس خودداری کردند تا آنه که خلاصه حکومت جمهوری تاجیکستان به دستشون رسید و دفعتا همه به خلاصه نویسی شروع کردند و خلاصه خیلی پرطمطراقی بود و پشتیبانی از خوب خلاصه حکومت کردن که وارد نمودن به منفعت نیست، وارد نمودن خوب وقت میخواد، وارد نمودن این آن میخواد، در صورتی که اگر اراده سیاسی میشد به خاطر برگزار نمودن انتخابات های آزاد، شفاف و دموکراتی میشد در 1 ماه مسئله را حل کرد. دور دیوم ماه فوریه بود که لایحه تغییرات لایحه‌ها خب پیشنهاد کرده شد، فقط 1 بند داشت و اون را هم اگر میخواستند قبول میکردند. میخواستند در اینجا کمی موضوع بحثمان را تغییر دهم. هر یکی از حزب‌ها باور دارم استراتژی را برای انتخابات ماه نوامبر تهیه و آماده کرده است. حزب دموکراتی تاجیکستان، آیا شما از نامزد یگانه پشتیبانی میکنید که مخالفین ائتلاف مخالفین پیشنهاد خواهد کرد، یا اینکه در این انتخابات کپیتال سیاسی میگیرید و از نامزد حکومت پشتیبانی میکنید، یا اینکه شما یگان فکر دیگری دارید؟ مرحمت سید جعفر عثمانی. حزب دموکراتی تاجیکستان در انتخابات نامزد خود را پیشنهاد خواهد کرد. محترم سید جعفر عثمانی، انجمن حزب شما کی دایر می شود؟ انجمن حزب 17 سپتامبر در شهر و یعنی ما می توانیم انتظار داشته باشیم که 17 سپتامبر نامزد حزب دموکراتی تاجیکستان برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی اعلان خواهد شد. محترم اسماعیل طلبکوف، شما چی میگوید در این باره؟ 23 سپتامبر سال جاری ساعت 2:14:00 در قرارگاه حزب کمونیست تاجیکستان، کوچه فاتح نیازی 37، انجمن 30 غیر نوبتی حزب کمونیست تاجیکستان برگزار می شود و در اینجا نامزدهای احتمالی که امروز ریاست حزب کمونیست برای پهلوهای فعالیت او را آموخته شده است، در اینجا نامزد ما به حزب معرکه انتخاباتی برای انتخاب شدن به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اعلان کرده می شود. ما در انتخابات با یگان حزب و حرکت ها همراه نمیشیم و یگان ائتلاف نداریم. شما در این باره چی میگوید محمد علی حیی؟ ما اصلا در جلسه ریاست عالی که ماه دکامبر سال گذشته برگزار شد درباره شرکت حزب نهضت و نحوه شرکت آن صحبت داشتیم و قرار هم قبول شد. 3 نحوه شرکت خب پذیرفته شد که این اول پشتیبانی از امام علی رحمانی که خب وفادار و صادق به ارزش‌های سال 1997 سازشنامه‌ای به امضا رسیده بین مخالفین و حکومت باشد، ولی در این میان بر خب علیه حزب نهضت فشارهای روا دیده شد. هیچ نرمی از طرف حکومت خود امام علی رحمان ما ندیدیم، بنابراین وریانت اول بیکار شد. 2 وریانت دیگر باقی مانده است، یعنی پشتیبانی از نامزد یگانه اتحاد نیروهای اصلاحات خواه و یا حزب نهضت با نامزد خودش میرود. تشکر زیاد. البته این صحبت اولین در پی شروع معرکه انتخاب پرزیدنتی تاجیکستان بود و امیدوارم که این صحبت آخرین ما نیست و شما هم روزهای انجمنهایتان را اعلان کردید. تشکر از شما.
سید جعفر اسمانوف رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان، همچنین تشکر از اسماعیل طلبکوف معاون رئیس حزب کمونیستی تاجیکستان و وکیل مردمی مجلس نمایندگان تاجیکستان و همچنین تشکر از محمد علی حیطوف معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که در صحبت امروزه ما اشتراک کرد. تشکر از شما.